از این اتاق صدای طلاب طلوب شنیدم. ای خاک بر کله یک کچلت، او به من گفت بیا گاگایی کنیم. گفت بدنو ببین جون بابا، خودتو بلرزون بابا. اما این بانو زلیخا بود که قصد پا دادن به مرا داشت. من هم صدای یوسف را شنیدم که داد میزد و میگفت این مال کیه؟ من تا کنون با زبان ادب سخن گفتم، اما اینها همه کس و شرط میدهند. کس و شعر تلاوت نکن. من شاهد دارم. شاهدم همین کودکیست که صدای جغجغش می آید. تو مرا کس گیر آوردی؟ به آن کله واجبی کشیده از سوگن آن بچه را به این